سلام صبحتون بخیر. امیدوارم صبح روز یکشنبه رو پر انرژی پر قدرت با حال خوب شروع کرده باشید. توی این فایل آموزشی قراره 4 تا موضوع رو با هم بحث کنیم، 4 تا نکته رو با هم آموزش ببینیم که این نکات باعث میشه ما اهل اقدام بشیم. عملگرایی ما در مسیر استاد شدن، در مسیر حال خوب، در مسیر رسیدن به اهداف خیلی بهتر بشه و اون اقدام و عملگرایی ما توی این مسیر بیشتر بشه. پس بریم سراغ این نکات کلیدی و ارزشمند. نکته اول، به هیچ عنوان برای شرایط ایدئال صبر نکنید. خیلی از من و شما میشینیم منتظریم، یا اطرافمون اینجور افراد رو دیدیم، منتظر بهترین حس و حال برای مطالعه بیاد، منتظر بهترین زمان برای هدف گذاری بیاد، منتظر بهترین زمان برای برنامه ریزی بیاد و این نکته رو نمیدونه که حس و حال خوب، زمان ایدئال، بهترین زمان برای همیشه من و شما رو تنها گذاشته و رفته. اگر بخوایم منتظر بشینیم، دست روی دست بذاریم، هیچ زمان رشد نمی کنیم، هیچ زمان اون حس و حال خوبه، اون بهترین زمان برای شروع کار نمیرسه. و این نکته رو یادت باشه که برای شروع کردن نیاز نیست عالی بشی، دچار دام کاملگرایی نشی، اما برای عالی بودن حتما باید شروع کنی. پس در گام اول اینو بدون که حس و حال و بهترین زمان وجود نداره. بهترین زمان و بهترین حس و حال برای انجام کار همین الانه. پس این نکته اول. دومین نکته، یادتون باشه که خیال پردازی کردن، ایده پردازی کردن و فقط فکر کردن به رؤیاها، به ایده ها، به اهداف ما رو به موفقیت نمیرسونه. اگر این ایده، اگر این فکر، اگر این تخیلات و رؤیا پردازی ها به مرحله اجرا برسه، در کنارش یک هدف گذاری خوب باشه، در کنارش یک برنامه ریزی دقیق باشه، ما به هدفمون میرسیم. پس رؤیا پردازی، ایده پردازی و فکر کردن به رؤیاها و اهداف ما رو به هدف نمیرسونه. سومین مورد که خیلی مهمه، لطفاً سعی کنید در لحظه زندگی کنید. درگیر گذشته یا آینده نباشید. ببین، ما برای همیشه از گذشته عبور کردیم. گذشته ها گذشته و دیگه بر نمیگرده. آینده هم که هنوز نرسیده. اما نکته قابل توجه اینجاست که ما در زمان حال زندگی میکنیم. پس قدر لحظه الان تو بدون، در زمان حال زندگی کن، از گذشته درس بگیر و برای آینده خودت برنامه ریزی کن. و نکته چهارم و به امید خدا مهمترین نکته این بخش اینه که همین الان با توجه به نکاتی که گفته شد یک اقدام کوچیک در راستا و مسیر رسیدن به هدفت انجام بده. دوست من، یادت باشه این گام ها و اقدامات کوچیکن که ما رو رشد میدن. قطره جمع گردد وانگهی دریا شود. پس این نکته رو یادت باشه، در مسیر رسیدن به رویاها، به اهداف و به اون برنامه‌ای که داری، اگر هر روز به صورت مستمر یک گام کوچیک در مسیر رسیدن به اون هدف انجام دادی، اگر اهل اقدام و عملگرایی بودی رشد میکنی و اگر اهل اقدام و عملگرایی نباشی تحت هیچ شرایطی رشد نمیکنی. پس بهترین حس و حال ما رو تنها گذاشته و همین الان بهترین زمان شروع کاره. مورد دوم، ایده ها و فکر کردن به اهداف ما رو به موفقیت نمیرسونن. سومین نکته، در زمان حال زندگی کن و از گذشته دست بکش، توی گذشته زندگی نکن و خیلی خودتو درگیر آینده نکن، در زمان حال باش. و چهارمین گام و چهارمین نکته که توی این فایل آموزشی خدمت توضیح دادم اینه که همین الان در راستا و مسیر استاد شدن، در مسیر حال خوبت، در مسیر رسیدن به اهدافت یک گام کوچیک بردار. این نکات رو انجام بده و نتایج فوق‌العاده‌اش رو حتما یادداشت کن. راستی حتما ممنونت میشم که نظرت در مورد این آموزش ها و این آموزش های کوتاه رو برام ارسال کنی. شاد و موفق باشی با حال خوب و خنده روی لب. یا علی.